سلام، مهمان برنامه امروزه ما عصمت الله ساروان همکارم از رادیو افغانستان آزاد است و صحبت برنامه هم درباره تا آخر سال 2015 نگه داشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان. ساروان، به برنامه ما خوش آمدید و نخست می گفتید که سببی به تأخیر انداختن اخراج نیروهای آمریکایی از افغانستان چی بوده است؟ درخواست حکومت کابل یا ملاحظات دیگری حکومت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا؟ در افغانستان بعد از اینکه حکومت جدید تشکیل شد، رئیس جمهور جدید تقریبا از روزهای اول خواستار تمدید حضور قوای خارجی در افغانستان بود، به خصوص قوای آمریکایی. یکی بدون تردید خواست دولت افغانستان است و سوی دیگر به نظر می رسد که اوضاع در افغانستان آنچنان که تصور می رفت خوب هم نیست، به خصوص در اواخر مسئله حضور داعش در افغانستان مطرح شده. فکر میکنم چندین عامل سبب شده باشه که رئیس جمهور اوباما میخواستی رئیس جمهوری افغانستان را بپذیره. و تصمیم باقی ماندن نیروهای آمریکایی در افغانستان تا آخر سال 2015 برای افغانستان از کدام جهت مهم است؟ برای افغانستان به خصوص از دو جهت زیاد مهم به نظر می رسد. اول این که در صورتی که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشته باشد، به نظر خیلی از افغانها معنایش است که کمک های مالی آمریکا هم ادامه پیدا می کند. چنین به نظر می رسد جایی که قوای آمریکایی حضور داره، آمریکا با او کشور علاقمندی بیشتر نشان میده. وقتی آمریکا علاقمندی نشان میدهد، سایر کشورها به خصوص کشورهای عضو ناتو هم علاقمند میشن که با افغانستان همکاری را ادامه بدهد. از طرف دیگر نیروهای افغان هنوز سر پای خود استاد نیستند، هنوز مشکلات زیاد دارد. سال گذشته که مسئولیت‌های امنیتی به دوش افغان‌ها افتاد، تلفات نیروهای امنیتی افغان خیلی افزایش یافت. و واکنش در داخل افغانستان در رابطه با تصمیم ماندن تعدادی بیشتری نیروهای آمریکایی چگونه بوده است؟ چه از طرف مردم، چه از طرف گروه‌های مخالف دولت؟ بدون شک اکثریت افغان‌ها تشویش دارند که اگر قوای آمریکایی از افغانستان خارج شوند، اوضاع کشور خراب میشه. بار دیگر طالبا و سایر افراطیون نفوذ پیدا میکنن و امنیت خراب میشه. و در عین حال برخی از کارشناسایی که صحبت کردیم، کارشناسای افغان، اکثرشان تایید میکنه که یک امر خوب است، اما طالبا گفتن که این تصمیم یا این اعلام سبب میشه که مذاکرات صلح با مشکل مواجه شود، تلاش‌هایی که برای صلح آغاز شده بود او آسیب ببینه. اکثریت مردم و اکثریت کارشناسان خوشحال هستند. تشکر. همکارم عصمت الله ساروان از رادیو افغانستان آزاد با ما صحبت میکرد. تشکر ساروان. تشکر از شما.